سلام، خوشحالم که امروزم در کافه لبخند همراه هم هستیم. در دندان پزشکی همیشه یه سوال مهم وجود داره. این پرسش که وقتی یه دندون آسیب میبینه آیا راهی برای نجاتش وجود داره یا خیر؟ در دنیای امروز جواب این سوال یه بله بزرگ و قاطع است. روش‌های درمانی مختلفی امروزه در خدمت ماست. از ترمیم گرفته تا عصب کشی، از جراحی گرفته تا ارتودنسی، انواع درمان‌های زیبایی و ایمپلنت. اما قرنها زمان برد تا ما بتونیم به این نقطه برسیم. سالها تلاش و تجربه و آزمون و خطای دندان پزشکان و پژوهشگران ما رو تو این جایگاه قرار داد. من دکتر معصومه یوسفی در 7مین اپیزود از پادکست کافه لبخند در اردیبهشت 1405 همراهتونم تا ببینیم درمان‌های دندان پزشکی از چه نقطه آغاز شدن، چه تغییراتی کردن و الان چه شکلی دارن. در 6 اپیزود قبلی تاریخ 10,000 ساله دندان پزشکی رو با هم مرور کردیم، از دوران باستان تا مدرنیته. بعد براتون گفتم که چجوری بیمه ها شکل گرفتن، عکاسی وارد میدون شد، ابزار و تجهیزات مدرن چجوری از فرم های ابتدایی و نخستین به فرم دیجیتال امروزی رسیدن. حالا بذاریم براتون قصه نوزادی تا بلوغ درمان های دندان پزشکی رو بگم. اگه بخوام دست رو نقطه مهمی تو درمان بذارم، اول باید با ترمیم شروع کنم. ساده ترین راه برای بخشیدن حیاتی دوباره به دندون ها. در روزگاران قدیم که تنها ابزار ترمیم صمغ و رزین و پودر سنگ و فلز بود، نه زیبایی مطرح بود، نه به طول عمر درمان فکر می‌کردن. موادی ابتدایی و موقتی تنها دستمایه درمانگران بود. در سال 2017 پژوهشگران ایتالیایی دندون‌های مربوط به حدود 13,000 سال پیش رو بررسی کردند. دیدن که داخل پوسیدگی‌ها آثار خراش‌های منظم با ابزار سنگی وجود داشته. این نشون میده که انسان‌های اون زمان هم می اومدن یه کاری برای درمان انجام میدادن. پوسیدگی‌ها رو تمیز می‌کردن، بعد با مواد طبیعی داخلش رو پر می‌کردن. یعنی در دوران شکارچی‌ها هم درمان ابتدایی وجود داشته. در سال 2012 باستانشناسان اسلوونی در روی دندون انسان‌های ما قبل تاریخ مور زنبور عسل پیدا کردند که داخل ترک دندون‌ها رو پر کرده بود. این برای کاهش درد و بستن ترک اون زمان استفاده می‌شد. قدمت اسکلت اون انسان 6500 سال قبل برمیگرده. اما با گذشت سالها نگاه به این قضیه تغییر کرد. به مرور مواد مختلفی وارد بازار شده، مثل طلا، سرب، قلب که برای ترمیم از اونها استفاده می‌کردند. در کتاب معروف پیر فوشارد دندانپزشک فرانسوی در سال 1728 توضیح داده که میتونیم بعد از تمیز کردن پوسیدگی حفره‌ها رو با سرب و طلا پر کنیم. بالاخره در سال 1826 یه دندانپزشک فرانسوی به نام آگوستاف اومد از مخلوط جیوه و نقره برای ترمیم استفاده کرد. ترکیبی که به خاطر استحکام و قیمت مناسب سالهای سال ستون درمان در شغل ما بود. البته وقتی آمالگام در دهه 1830 تا 40 وارد آمریکا شد خیلی مخالف داشت. میگفتن جیوه سمی و خطرناکه. حتی انجمن دندانپزشکان از اعضا میخواست که ازش استفاده نکنن، اما آمالگام جای خودش رو باز کرد و شد یکی از رایج‌ترین مواد ترمیمی در جهان. البته استفاده امروزه از آمالگام در حال کاهشه. گاهی در ترمیم‌های وسیع دندان‌های عقب توی شرایط خاص از اون استفاده میشه. با گذشت سال‌های ماده دیگه مثل معجزه وارد این بخش از درمان شد. کم کم این نیاز شکل گرفت که آیا میشه ماده‌ای باشه که هم مقاوم باشه، هم همرنگ دندون و هم زیبا باشه. این نیاز برای ورود کامپوزیت به جهان فراخوان داد. همون ماده همرنگی که میچسبه به بافت دندون. اولین نسل از کامپوزیت ها اونقدر ضعیف بودن که سریع میشکستن. در دهه 60 و 70 این مواد سایش و تغییر رنگ زیاد داشتن. برای همین فقط واسه دندونای جلو استفاده میشدن. تا اینکه آقای رافائل بون
ماده 20GMA بهش اضافه کرد و نسل جدید از اون به وجود آورد که خیلی مقاوم‌تر از نسل قبل بود. به مرور با تغییر تکنولوژی و بهبود کیفیت از اونها واسه دندونای عقب هم استفاده میشد، چون نوع با دوامش ساخته شده بود. یعنی کامپوزیت‌ها کم کم نوری شدن، به جای که خود به خود سفت بشن. نیاز به نور UV و بعدها نور LED پیدا کردن که تحول دیگر رو رقم زد. حتی لبخندهای هالیوودی که ابتدا فقط با سرامیک ساخته می شدن، تو دهه‌های اخیر با کامپوزیت هم ساخته میشن. یک مزیت عمده کامپوزیت به آمالگام اینه که به خاطر خاصیت اتصال عالیش به دندون، تراش زیادی برای ایجاد حفره گیردار نمیخواد. دندونا کمتر تراش میخورن و این باعث به وجود اومدن یک راه جدید تو درمان شد. بعد آروم آروم زیبایی تو دندانپزشکی خلق شد. به مرور اونقدر کامپوزیت‌ها تنوع پیدا کردن که ما الان 8 نوع مختلف کامپوزیت برای کارکردهای مختلف داریم. مثلا بعضی مخصوص دندونای عقب هم، بعضی مخصوص زیبایی، بعضیشون حالت مایع دارن تو کف حفره استفاده میشه و انواع و اقسام دیگه. الان بیشتر از 10 شرکت فعال در تولید کامپوزیت وجود داره که 15 تا از اونها سهم عمده بازار رو به خودشون اختصاص دادن. در مواد ترمیمی آمالگام از همه قدیمی تر بود، بعد کامپوزیت به بازار اومد، اما بازم ماجرا ادامه داشت. مدتی بعد دندانپزشکا گفتن ما یه ماده میخوایم که هم به دندون بچسبه هم جلوی پوسیدگی رو بگیره. در سال 1972 یه ماده جدید به بازار معرفی شد به نام گلاس آینومر که از پودر شیشه مخصوص با اسید درست میشد. یه نکته فوق‌العاده داره. وقتی ما دندون رو باش ترمیم میکنیم ازش فلوراید آزاد میشه، خصوصا در 2 هفته اول که گاهی این آزادسازی 6 تا 1 سال ادامه داره. ریسک پوسیدگی مجدد رو خیلی کم میکنه. البته که به دوام و زیبایی کامپوزیت نمیرسه ولی توی شرایط خاصی معجزه میکنه. مثلا دندونای اطفال که ممکنه برای کامپوزیت خیلی نتونن همکاری کنن، چون کامپوزیت خیلی به بزاق و آب حساسه. اگه محیط خشک نباشه درمان با دوامی به وجود نمیاد، اما گلاس آینومر انقدر حساسیت به برطوب بودن نداره. یا افرادی که پوسیدگی‌های زیاد دارن یه دوره نیاز دارن شرایط بهداشتی دهانشون رو تغییر بدن. برای اینکه پوسیدگی پیشرفت نکنه موقت با گلاس آینومر اونو پر میکنیم، یا تو دندونای خیلی عمیق یک لایه از اونو مثل بالشتک میذاریم رو عصب دندون که ازش حفاظت کنه. حتی بعضی از انواع اون برای چسب روکش استفاده میشن. همونجور که سالها میگذشت و علم پیشرفت میکرد، دندانپزشکا دیدن گاهی پوسیدگی دندون خیلی بیشتر از حدیه که باید ترمیم بخواد درست بشه. یه خانواده دیگه در مواد ترمیمی در این نقطه متولد شدن که به 3 شکل مختلف هست: اینله، اونله، اوورلی. اینها ترمیمای غیر مستقیم هستن که تو مطب توسط دندانپزشک ساخته نمیشه. دندانپزشک از دندون قالب میگیره میفرسته لابراتوار. لابراتوار هم یه تیکه رو با سرامیک میسازه، ما تو مطب اون رو روی دندون با چسب مخصوص نشست کنیم که دوام و عمر و زیباییش بسیار بالاست و خیلی پرهزینه تر از ترمیم معمولیه. اگه بخوام تفاوت اینله، اونله و اوورلی رو بگم مجبورم این مثال بزنم. فرض کن دندون یه خونه است. اگه فقط وسط خونه خراب شده باشه و دیوارها سالم باشه از اینله استفاده میشه که فقط اون قسمت وسط رو پر میکنه. اگه تخریب بزرگتر باشه و 1 یا 2 دیواره رو هم در بر بگیره میشه اونله. و اگه بخش خیلی وسیعی از این خونه تخریب شده باشه اما نیازی به عصب کشی یا روکش نداشته باشه از اوورلی استفاده میشه. تشخیص این موارد هم با دندانپزشکتونه. حالا اگه بخوام از دندانپزشکای ایرانی تبار و اثرگذار در این رشته از کسی نام ببرم، کسی نیست جز دکتر کمال عسگر، استاد دانشگاه میشیگان، که ایشون در حوزه مواد دندانی و پلیمرهای دندانی تحقیقات بسیار زیادی انجام داده و در توسعه و بررسی خواص مواد ترمیمی و پروتزهای دندانی خدمات بزرگی به دنیا انجام داده و از چهره‌های آکادمیک مواد دندانی در دنیا محسوب میشه. دندانپزشکای ایرانی بیشتر در حوزه آموزش، پژوهش، تکنیک‌های زیبایی و مقالات فعال بودند. به طور کلی در رشته ترمیمی ما کمتر نام یک مخترع رو میشنویم، چون پیشرفت‌های این رشته توسط تیم‌های دانشگاهی و
شرکت‌های مواد دندانی و پژوهش‌های چند رشته‌ای شیمی و مهندسی اتفاق میفته، نه توسط یک فرد. یعنی پروژه‌های تحقیقاتی بزرگ توسط تیم‌های بزرگ برداشته میشه و میره جلو. در ایران هم در 2 دهه اخیر مقالات مواد دندانی زیادی در دانشگاه‌های مثل تهران، شهید بهشتی، مشهد و اصفهان ارائه شد. تا اینجا تا حدی با ترمیم آشنا شدین و انواع تکنیکاشو شناختین. در آینده هم دوره‌های کاملتری براتون طراحی میکنم. اما حالا میخوایم مسیر تغییر و تحول رو در درمان شروع کنیم که معمولا اسمش برای خیلی از آدما تداعی کننده درده. اما این علم در واقع برای نجات دندون به وجود اومده. من میخوام با هم از ترس نام عصب کشی عبور کنیم. در گذشته‌های دور وقتی درد دندون شدت میگرفت کاری از کسی بر نمیومد. فقط میتونستن نهایتاً از گیاهای دارویی مثل میخک و مسکنای سنتی استفاده کنن. کمی بعد از اون تلاش کردن که عصب دندون رو بسوزونن تا درد خاموش بشه. اگرم جواب نمیداد، آخری و رایج‌ترین راه کشیدن دندون بود. یعنی خلاص شدن از درد به قیمت از بین رفتن یه دندون تموم میشد. شواهدی هست که نشون میده حدوداً 2000 سال پیش در روم باستان درمانگران سعی میکردن دردهای شدید رو با باز کردن حفره و خارج کردن بافت عفونی کاهش بدن. اون زمان بی‌حسی و ابزار دقیقی وجود نداشت، اما چند روش برای باز کردن حفره دندان بود که از منابع باستانشناسی آثار سلسیوس به دست اومده. یک راه استفاده از مته‌های دستی مثل ابزاری بود که برای سوراخ کردن سنگ و چوب استفاده میشد، شامل یه میله نوک‌تیز فلزی یا برنزی که به یک کمان متصله. اون کمان با طناب دور میله پیچیده شده. با حرکت کمان میله میچرخید و دندون رو سوراخ میکرد که خیلی هم دردناک بود. این تکنیک در باستانشناسی هم دیده شده. مثلا در تمدن‌های قدیمی‌تر مثل تمدن دره سند حدوداً 7000 سال پیش دندون‌های پیدا شده که آثار این مته‌ها روی اونها دیده میشه. راه دوم تراشیدن با ابزار فلزی نوک‌تیز بود که بعد با قاشقک‌های فلزی کوچیک برای برداشتن بافت نرم استفاده می‌کردند. سومین راه استفاده از حرارت که در بعضی از متون اومده سوزن یا سیم داغ و داخل حفره می‌کردن که هم بافت عفونی رو می‌سوزوندن هم تسکین موقت ایجاد می‌شد. در نهایت بعد از باز کردن و تمیز کردن داخل حفره اون رو با الیاف پنبه، پارچه موم، رزین‌های گیاهی یا روغن‌های دارویی پر می‌کردن. در واقع هدف فقط کم کردن درد و جلوگیری از تجمع ماده غذایی تو حفره بود، نه درمانی مثل امروز. حتی تا ابتدای قرن 20 هنوز بعضی از پزشکان معتقد بودن دندون عفونی رو باید بکشید. این دیدگاه از نظریه میاد به نام فوکال اینفکشن تئوری که میگفت عفونت دندان میتونه باعث بیماری‌های مثل آرتریت، بیماری‌های قلبی و کلیوی بشه که البته تا حد زیادی امروزه ثابت شده. اما از زمانی که درمان‌های ریشه به وجود اومد، حتی تو وجود این بیماری‌ها به جای کشیدن دندون درمانش می‌کردن. قبل از ورود بی‌حسی‌ها برای کاهش درد از ماده خیلی سمی به نام آرسنیک تریاکساید در قرن 19 استفاده می‌شد. کمی از اون رو داخل حفره می‌ذاشتن، بعد از چند روز عصب نکروز می‌شد، یعنی از بین می‌رفت. بعد داخل ریشه رو تمیز می‌کردن. اما اگه آرسنیک نشت می‌کرد، استخون و فک رو تخریب می‌کرد توی اون مریض. حتی میتونست باعث نکروز یا تخریب وسیع بافت بشه. یا حتی میتونست باعث مرگ اون فرد بشه. با ورود بی‌حسی این روش کامل کنار گذاشته شد. درمان سیستماتیک کانال ریشه با ابزار و وسایل مشخص تازه در آخرای قرن 19 شروع شد. در سال 1847 یه ماده طبیعی به اسم گوتاپرگا وارد دندون پزشکی شد. همون چیزی که الان ما داخل کانال‌های دندون رو بعد از تخلیه عصب و تمیز کردن با اون پر می‌کنیم که از شیره درختی به نام پلاکویوم گوتا در جنوب شرقی آسیا به دست میاد. ابتدا این ماده برای عایق دور سیم‌های تلگراف زیر دریا استفاده می‌شده. یک گیاهشناس اسکاتلندی به نام آقای مونتگومری متوجه شد که این ماده یه جوریه که وقتی گرمش می‌کنن نرم میشه. وقتی سرد میشه دوباره سخت میشه. تو آب هم خیلی پایداره. به خاطر همین از سال 1840 استفاده از گوتاپرگا در کاب‌های زیر دریا شروع شد. چند سال بعد یه دندانپزشک
به نام دکتر تورمنم اومد پیشنهاد داد که بیاین از این ماده تو پر کردن ریشه استفاده کنیم، چون هم شکل پذیری خوبی داره، هم وقتی گرم میشه تو بزاق حل نمیشه، هم سازگاری نتیجه خوبی داره و اینجوری تبدیل شد به یکی از مهمترین مواد در درمان برای ما. یعنی همون ماده که نقش مهمی در انقلاب ارتباطات جهانی و تلگراف داشت، امروز شده ابزار دست ما. وسایل مخصوص درمان ریشه یکی بعد از دیگری ساخته شد. مثلا ساخته شدن فایل، همون وسیله‌ای که مثل سوزن داخل ریشه دندون میره و تمیزش میکنه. این در ابتدا از سیم‌های فولادی صنعت ساعت‌سازی الهام گرفت. دندون پزشکا در ابتدا از سیم‌های فولادی خیلی نازک استفاده می‌کردن. کم کم اونا تغییر شکل دادن، رسیدن به آلیاژهای نیکل تیتانیوم و تبدیل شدن به فایل که رفیق وفادار دندان پزشکا تو عصب کشیه. تو اپیزودهای قبلی براتون گفتم که اشعه ایکس توسط آقای رونتگن در سال 1895 کشف شد و بعد وارد حرفه ما شد که باعث شد ما تازه بتونیم طول واقعی ریشه و تعداد ریشه ها رو ببینیم. یعنی قبل از معجزه رادیوگرافی درمان ریشه یه چیز حدس و گمان بود. از قرن 19 به بعد تمیز کردن داخل کانال ها، ضد عفونی کردن اونها و پر کردن داخلشون شد یه قانون. یعنی علم نشون داد که اگه ما عصب دندون رو از داخل ریشه و کانال خارج کنیم، عفونت ها رو پاک کنیم، فضای ریشه رو سیل و مهر و موم کنیم، به دندون یه زندگی دوباره هدیه دادیم. در مسیر پیشرفت درمان ریشه چند تا نام در تاریخ دندان پزشکی خیلی برجستن. افرادی که هر کدوم در زمان خودشون قدم‌های مهمی برداشتن. یکی از نام‌های تاثیرگذار دکتر چارلز گروسمن، پژوهشگری از ایالات متحده بود که علاوه بر آموزش هزاران دانشجو، یکی از اولین کتاب‌های جامع راجع به درمان ریشه رو به نام اندودونتیک پرکتیس رو نوشت که سالها در دانشگاه مرجع بود و یکی از خمیرها یا سیلرهای مخصوص پر کردن ریشه به اسم ایشون هست، سیلر گروسمن. آقای دکتر رو پدر درمان ریشه مدرن میدونن. کمی بعدتر دکتر هرمان، پژوهشگر آلمانی، در دهه‌های ابتدایی قرن 20 ماده‌ای به نام کلسیم هیدروکساید رو وارد دندان پزشکی کرد که به خاطر خاصیت ضد باکتری و توانایی به کمک ترمیم بافت‌ها به سرعت اومد توی حرفه ما فراگیر شد. در واقع تلاش چنین افرادی درمان ریشه رو از یه روش تجربی و ناموفق به یه درمان علمی با اصول مشخص تبدیل کردن تا بتونه سرنوشت دندون‌ها رو تغییر بده. جا داره اینجا از استاد در این مسیر یاد کنم که ایرانی تبار هستن به نام دکتر محمود ترابی نژاد، یکی از مشهورترین متخصصان درمان ریشه در جهان که سالها در دانشگاه لوما لیندا فعالیت داشتن. مهمترین دلیل شهرت آقای دکتر معرفی ماده‌ای به نام MTA هستش، تریوکساد اگریگیت، که این ماده از مهمترین مواد تاریخ درمان ریشه است. برای بستن سوراخ‌هایی که ممکنه در ریشه حین عصب کشی به وجود بیاد استفاده میشه. گاهی هم در درمان‌های جراحی از این ماده استفاده می‌کنیم که باعث نجات دندون‌هایی میشه که قبلا به راحتی کشیده می‌شدن. مقالات و کتاب‌های ایشون یک مرجع آموزشی مهم در ایران محسوب میشه. علیرغم تمام این پیشرفت‌ها، درمان عصب کشی خیلی مواقع پروسه سخت و پیچیده است. یکی از مهمترین دلایل این حالت تنوع زیاد آناتومی در شکل ریشه هاست. دندون‌ها میتونن بین 1 تا 4 ریشه و حتی 5 تا 6 کانال داشته باشن. یکی از مشهورترین مطالعات در این زمینه توسط آقای والتر هس در اوایل قرن 20 انجام شد. ایشون اومد داخل دندونای کشیده شده موم تزریق کرد و دندون گذاشت داخل یه اسید قوی، دندون حل شد و بین رفت و فقط اون شبکه و الگوی مومی باقی موند. یه الگوی 3 بعدی که نشون میده چه شبکه پیچیده‌ای از شاخه‌ها، انشعابات و کانال‌های جانبی توی ریشه وجود داره که اگه ما بخوایم درمانمون موفق باشه تمام این مسیر رو باید تمیز و ضد عفونی کنیم. در قرن 20 با پیشرفت رادیوگرافی، ابزارهای ظریف و مواد ضد عفونی کننده، عصب کشی دیگه قابل پیش بینی بود. دستگاه‌های مدرن زیادی به بازار اومدن مثل اپکس فایندر که با سیگنال الکتریکی طول ریشه رو به ما نشون میده. دستگاه‌های RVG یا فسفور پلیت هستن که تصویربرداری‌های دیجیتال انجام میدن، با کیفیت عالی عکس در اختیار ما میذارن. موتورهای روتاری وجود داره با فایل‌های مخصوص که به جای اینکه ما عصب کشی رو با دست و فایل
تو زمان طولانی انجام بدیم، با روتاری در زمان کم و کیفیت عالی این کار رو انجام میدیم. امروزه تمیز کردن ریشه ها به صورت استاندارد و کامل انجام میشه. بعد از اتمام کار برای مهر و موم نهایی ریشه از سمان یا چسب‌های مخصوص جدید استفاده میشه که سازگاری بیولوژیک بالایی با بدن دارن. این مسیر با تمام تجهیزات و دانش گسترده خودش این شانس رو به ما میده که بتونیم با درمان ریشه بیشتر دندون‌های عفونی رو حفظ و نگهداری کنیم. از ترمیم و عصب کشی که بگذریم، به قلمروی میرسیم که شاید برای خیلی از شما دلهره آور باشه، اونم جراحیه. خیلی قبلتر از اون چیزی که به نام دندانپزشکی مدرن میشناسیم، انسان با این مشکل ساده اما دردسرساز روبرو بوده. کشیدن دندونی که خراب بوده و درد داشته. در مصر باستان هزاران سال پیش پزشکان میدونستن که گاهی تنها راه درمان خارج کردن اون دندونه. ابزارهای فلزی ساده‌ای وجود داشت که با اون دندون رو میگرفتن و میکشیدن. در میان مومیایی ها نشونه های زیادی از بیماری های شدید دندونی دیده میشه. دندونای ساییده شده، دندونایی که عفونت دارن یا اطرافشون آبسه تشکیل شده. اما در هند باستان دانش جراحی کمی منظم‌تر بود. در کتاب مشهور سوشورتا سامهیتا که یکی از قدیمی‌ترین متون جراحی جهانه، روش‌های مختلفی برای خارج کردن دندون توصیف شده. در این کتاب توصیه میشه که اگه دندونی لقه اونو به آرامی بیرون بیارید، اما اگه دندون محکمه جراح باید خیلی احتیاط کنه تا به استخوان فک آسیب نخوره. حتی ابزارهای شبیه انبر برای این کار توصیف شده بوده. برای دورانی که بیشتر درمانها بر پایه تجربه و سنت بود، این نگاه خیلی پیشرفته محسوب میشد. در یونان و روم باستان پزشکان با مشکلات فک و دندان سر کار داشتن. بقراط درباره شکستگی‌های فک مطلب زیاد نوشته. گفته که چجوری میشه درمانش کرد. چند قرن بعد یه پزشک رومی به نام سلسوس روشی رو برای کشیدن دندان و حتی کشیدن ریشه‌های شکسته داخل استخوان شرح داد. در اون زمان جراحی هنوز شاخه مستقل از دندانپزشکی نبود، اما پزشکان میدونستن که دهان و فک بخشی از میدون جراحی محسوب میشه. با گذشت زمان و افزایش جنگ‌ها، جراحی فک خیلی مهم شد. چون سربازهایی که تو میدان نبرد زخمی میشدن، شکستگی‌های فک داشتن، آسیب‌های شدید صورت داشتن، باعث شدن جراح‌ها یاد بگیرن چجوری باید استخوان‌های شکسته رو با سیم و باند ثابت کنن و کنار هم بذارن تا دوباره جوش بخوره. این تجربه‌های جنگی پایه بسیاری از پیشرفت‌های بعدی در جراحی محسوب میشه. اما یکی از بزرگترین جهش‌های جراحی دهان در قرن 10 میلادی رخ داد. زمانی که جراح بزرگ اندلسی دکتر ابوالقاسم زهراوی کتاب عظیم خودش به نام التصریف رو نوشت که روش‌های مختلف کشیدن دندون رو توضیح داد، ابزارها رو تصویر کرد، ابزارهای مخصوص حتی برای کشیدن ریشه دندون شکسته ساخت و به جراحان هشدار داد که دندون رو با زور و بی‌دقتی نکشن، چون استخوان فک ممکنه بشکنه. در واقع بسیاری از اصول جراحی که ما امروزه به نظرمون خیلی بدیهی میرسه، قرنها پیش در آثار زهراوی مطرح شده بود. با این حال در اروپا برای مدت طولانی جراحی دندون دست پزشکای حرفه‌ای نبود. اونا رو سلمونی جراحی ها انجام میدادن، همون کسایی که مو کوتاه میکردن و دندونم میکشیدن که تو اپیزودهای اول به صورت مفصل براتون توضیح دادم. توی میدون شهر افرادی بودن که با ابزاری خشن دندونها رو در می‌آوردن و باعث میشدن که بخشی از استخوان فک هم همراه دندون در بیاد. با این حال قرنها اونها از همین ابزار استفاده میکردن تا اینکه در قرن 18 مردی فرانسوی به نام پیر فوشار مسیر دندانپزشکی رو کلاً تغییر داد. ایشون باور داشت که درمان‌های دهان باید علمی و دقیق باشه، نه نمایشی و خشن. و در کتاب خودش روش‌های بهتری رو برای کشیدن دندون، درمان عفونت و نحوه استفاده درست از ابزار رو توضیح داد که امروزه بهشون میگن پدر دندانپزشکی مدرن. اما هنوز یه مشکل بزرگ وجود داشت. جراحی بدون بیهوشی و بی‌حسی انجام میشد. بیمار کاملا بیدار و هوشیار بود. چند نفر نگهش می‌داشتن تا جراح بتونه کارش رو انجام بده و باید سریع کار میکرد.
یعنی سرعت جراحی یکی از مهمترین مهارت‌های یک پزشک محسوب می‌شد. زمانی که ماده بیهوشی وارد رشته جراحی شد، ناگهان جراحا تونستن بدون عجله با دقت و زمان کافی کارشون رو انجام بدن و این اتفاق در واقع آغاز جراحی‌های دهان مدرن بود. در همون دوره مشکل بزرگ دیگه‌ای وجود داشت به نام عفونت‌های شدید فک. قبل از کشف آنتیبیوتیک، عفونت‌های دندانی حتی میتونستن به گردن یا مغز گسترش پیدا کنن. جراحا بعد آبسر رو باز میکردن، دندون‌های عفونی رو خارج میکردن، حتی گاهی مجبور میشدن قسمت‌های از استخوان آلوده رو بردارن. بسیاری از تکنیک‌های جراحی برای کنترل همین عفونت‌ها در اون زمان شکل گرفته بود. کمی بعد کشف اشعه ایکس در سال 1895 نگاه جراحا رو به دهان تغییر داد. چرا؟ چون برای اولین بار میتونستن داخل استخوان فک رو ببینن. دندون‌های نهفته، شکستگی‌ها، ریشه‌های باقی مونده، همه دیگه قابل مشاهده شده بود و جراحی دقیق شد. جنگ جهانی اول مرحله مهم دیگه‌ای رو رقم زد. تعداد زیادی از سربازا با آسیب‌های شدید صورت و فک به بیمارستان منتقل می‌شدن و در اونجا جراحان مجبور بودن که فکر چاره باشن. جراحایی مثل هارولد گلیز روش‌های جدیدی رو برای بازسازی فک و صورت توسعه دادن که این تلاش‌ها پایه جراحی مدرن رو در دنیا رقم زد. هارولد گلیز جراح نیوزلندی بریتانیایی بود که اون رو پدر جراحی پلاستیک مدرن دنیا می‌نامند. در جنگ جهانی اول تعداد زیادی سرباز با آسیب‌های شدید صورت پیش ایشون می‌اومدن. فک‌هایی که از بین رفته بود، از بین رفتن بخش‌های از صورت، حفره‌های بزرگ روی صورت. گیلیز در انگلستان شروع کرد به توسعه روش‌های جدید برای بازسازی و تکنیک‌های مهمی رو توسعه داد، مثل جابجایی پوست برای بازسازی صورت، بازسازی لب و بینی و فک و ترکیب جراحی و دندانپزشکی برای ترمیم فک. ایشون با دندانپزشکان و جراحای فک همراهی میکرد تا بتونه فک‌های شکسته رو تثبیت کنه، صورت رو دوباره بسازن و عملکرد جویدن رو به شخص برگردونن. برای همین کارهای ایشون در شکل‌گیری جراحی مدرن خیلی مؤثر بوده. حالا امروزه جراحی از انبرهای ساده به تکنولوژی‌های شگفت‌انگیزی رسیده و ما وارد عصر میکروجراحی شدیم. دستگاه‌های مثل پیزوسرجری وجود دارن که با ارتعاشات اولتراسونیک استخوان رو با ظرافت میلیمتری برش میدن بدون آسیب به بافت‌های اطراف. لیزرهای دندانپزشکی وجود دارن که اجازه میدن جراحی‌های لثه بدون خونریزی و با کمترین درد انجام بشه. جراحی‌های هدایت شونده یا گاید سرجری وجود دارن که با کمک اسکن‌های سه‌بعدی و کامپیوتر محل دقیق قرارگیری ایمپلنت مشخص میشه و بهش میگن کار دیجیتال. امروزه جراحای دندانپزشک کارهای شگفت‌انگیزی انجام میدن. از جراحی پیچیده دندون عقل نهفته، درمان‌های پیشرفته لثه برای حفظ دندون طبیعی تا بازسازی استخوان و فک و کاشت ایمپلنت برای جایگزینی دندون از دست رفته. جراحی‌های مثل اپیکو یعنی قطع کردن نوک ریشه که آخرین سنگر برای نجات دندونیه که عصب کشیش به بنبست رسیده و خوب جواب نداده. خب عزیزان، تا اندازه با درمان‌های مثل ترمیم، عصب کشی و جراحی آشنا شدیم. امروز به پایان این اپیزود میرسیم. امیدوارم مطالبی که گفتم براتون جالب بوده باشه. خوشحالم که همراه منید. مرسی که منو سابسکرایب میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. در اپیزودهای بعدی معرفی درمان‌های دیگه دندانپزشکی رو از قدیم تا الان براتون انجام میدم. همیشه سبز و مانا باشید. اگه این پادکست براتون مفید بوده، اگه حس کردین پشت این حرف‌ها تجربه و دغدغه وجود داره، خوشحال میشم که یه روز شما رو از نزدیک ببینم. کافه لبخند فقط در مورد درد و دندون نیست، در مورد حال خوبیه که آدما با آگاهی به دست میارن. حال خوبی که با لبخند زدن پیدا میکنن. راجع به اعتمادیه که کم کم داره بین ما ساخته میشه. اگه دوست داشتین برای مشاوره، طراحی لبخند یا آگاهی کامل درباره درمانتون کنار ما باشین، مطب ما با عشق پذیرای شماست. آدرس و راه‌های ارتباطی داخل توضیحات اپیزود قرار داده شده. مراقب لبخندتون باشین، چون بعضی از لبخندها زندگی آدمو عوض میکنه.